بینندگان گرامی، واقعا در مورد آنچه که با مادری برادر عبدالرحمن این روزها انجام دادند، این از جنایتی واقعا هم جنگی هم بالاتر است و اینها میخواهند که اسلوب قفقازی ها را در تاجیکستان تشکیل کنند، ولی ناامید از آن که این کاری که اونها انجام میدهند، این کار هرگیز و هرگیز و مراد دل آنها نمیپذد و توت و مراد دل آنها نخواهد بود. و فراموش نکنید که آنهایی که اسلوب آنها را شما رعایت میکنید و میخواهید بکنید، در پشت اونها غول پیکر چون روز قرار دارند و در پشت شما باور بکنید انا همین مردم داخل کشور و انا همون مسلمانان و انا همون با ایمانانی که مادران و خواهران و دختران آنها ناموس آنهاست، انا همین مردان شجاع ایستاده است که یک مردی شجاع و با ناموس این ملت با هزاران نفر از اون محافظانی که از شمای دیوسان، از شمای رذیلان، از شما بر این افرادی که با زنهای این ملت دست درازی میکنید اونها مقابله کرده میتونند. الله در قرآن میگه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. این وعده خداست، اینا برای ما خداوندمون وعده کرده است و خداوند لا یخلف الميعاد، هرگز وعدش خلاف نمیکنه. و شما فراموش نکنید که این کارهایی که شما انجام میدهید بر یعنی که مردا را قپیدید. ما میگیم خوب مرد باید زندان رو ببیند، مرد باید عذاب بکشد، درست، ولی زنهای ما هرگز و هرگز برای زندان نشاندن تو نیست. رحمانو، مادر و خواهر ما برای زندان نشاندن تو نیست. تا امروز مردم ما به آرامی دعوت داریم که بر علیه این ظالم رحمانو مردانه مبارزه باید بود، ولی وقتی تو دست به دامان زنی این ملت و خواهر و مادر این ملت میزنی، دیگر نمیتوانیم ما مردم ها بگیم که شما با این نامردها مردانه مبارزه برید. با نامردهای مثل شما مردانه مبارزه بردن کار ابلهی است. وقتی برای ما گفتن که شما هم ابلهید، یعنی خطاب به ما کردن، اونایی که در داخل هستن مادر و زنی ما رو میبرن زندانی میکنن، پس ما واقعا در مقابل چنین سخن باید خاموش باشیم. فلیقل خیرا او لیسکت، پیامبر گفته است یا سخنی خیر بگو یا این که سکوت کن. سکوت کردن در مقابل سخن حق این عین مردانگی است. وقتی یک نفر از داخل گفت ما تا بکی خاموش میشینیم، مادر و زن و خواهری ما را میبرن زندان میکنن، چی ما باید برای اون بگیم برادرم صبر کن؟ ناموس اون مرد صبر ندارد، ناموس اون پسر اون مادر صبر ندارد. فراموش نکنید ای ظالمان که مرد و مسلمان برای ناموسش آماده به همه کار کردن است. پس این جنایت های شما کاملا نابخشودنی است. بدون قید و شرط باید مادری عبدالرحمن سر داده شود. و خدا قسم قضیه بدخشان در صفر این قضیه های دست زدن به ناموس شما نمیستد. قضیه های بدخشان شما با مردانی بدخشان مبارزه میبرید، ولی امروز شما در مقابل مادری یک فردی که در مقابل شما ایستاده است مبارزه دارید. این نامردی نیست؟ های ونجی هایی که در سینه میزنید این گل است، میگوید این گل رحمانوف دختری ونجی را برده از زندانی کرده است. ونجی ها برای چی خاموشیشته؟ های همون لیدره که در سیناتون میزنه از ونج میگوی من از ونجم، من رحمان مفیتری کردگی بودم. کم خبره پیش برو برای یک دختری ونجی بخیر یکان گفزه؟ های جنرال، های افرادی که در سرای پگانتون زدگی چند تا ستاره زدگی هست، او ستاره را در چی در کاره؟ و یک کپک ارزش ندارن برای این ملت. دختری ونجی را برده گیرس کردگیان، زنی ونجی را برده گیرس کردگیان. در سیناتون برای چی میزنه که شما ما میگه از ونجیم؟ برای چی؟ میخواهد در برابر رحمان باشه اگر بگذار که فرزند او کسی باشد. سنودن در امریکا تمام مقامات امریکا را فروخت، آمد پدر و مادرش در امریکا آزادانه زندگانی دارن. وای رحمانو، با این کارات تو نمیتونی یکان کاری انجام داده. من اگر بگم تو در مقابل ایمانداری و همون انسانیت اروپایی و امریکایی تو ایمان نداری، من به خدا قسم خطا نمیکنم. او یک مادر اتهام کردن برای گناه پسرش، این تو با کدام عقل شما این کار انجام میدید؟ شما دست به مادر و خواهران نزنید، قسم به عظمت الله از شما بسیار وزمین پول حق میدید.
پاداش دادن این جنایت ها خیلی وخیم و وخیم است. اگر این شما ادامه بدی این کارا و باز هم با دیگران بخواهید که یعنی که این کارا انجام دهید، پس بدانید که نهایت شما قسم به عظمت الله دیگر یعنی که ساعت میماند، ساعت هایی به شمار میماند. ساعت در اسلوب سیاسی معلوم است که هر ثانیه امکانی یعنی تغییر کردن وضع است. ولی من با اون شعر بچه های ونجی که در سینه میزده در داخل شما همین قبول داره؟ شما همین کارهایی که دادن جین جفت کردن در ونج چقدر پرابلم تو کرد، خواب کرده شیشته برای که برادر قادر قاسم هم قادر قاسم خود معاون پارلمانی برای یک دختری ونجی نمیتونی که پیش رحمان و برای بگوی خیلی همین دختری ونجی را سر بطی اوخی ونجی را زیدون کرده استه دیده که مردمی ونج دیده استه که چخیلن اینو ما از آدمای عادی ونج یکان چه طلب نداریم، اونها مظلومن ولی نمونهایی که در سینه‌شون میزنن که ما تری کردیم این گل بهت میگه گل دیده که چی کارتون کردیسته بنده سه که چی گپای و همون خاطر در سینه نزنه دیگه. وقتی من گفتم که مرخش دگین مردم همه را رحمان و مرخ اگه نبرای بگه ما گنرالم تو سری قاو که هیچی نیستی، تو هیچی نیستی. همون گنرالات خودشون فهمیده سن من که رکتیستم یگان چی نیسته دیگه شون دیده استه چخل دخترها و زنکا و مدرهای ونجی را برده ترمک کرده استه در این کی جواب میگه؟ در این کی باید جواب بگه؟ حتما در این قضیه باید دخالت کنه رحمان و این قضیه را چی کنه باید مردم ونج بفهمه انا همین خیل مادر عبدالرحمن خیلی نیسته که او عبدالرحمن همین حمایت از ناموس همین زنان مسلمان حمایت کرده حمایت از ناموس خواهر مسلمان حمایت کرده بود یکون جنایت نکرده بود. او بعضی عقیده های داشت من او عقیده هاش خود من قبول ندارم، من نمیگم که اینه ولی این جنایت است. این کاری که رحمان و انجام داد این جنایت است. مادر او گناه نداره، مادر عبدالرحمن گناه نداره. برای چی با کدام عقل شما این کار انجام بدید؟ عبدالرحمن خودش ایزا میکشه بگه که ونجی یکی من میگمش که ونجی من خطاب میکنم برای شما ونجی های گنرالا من خطاب به شما کرده ایسم اوی امو آدمایی که خودتون بزرگ ونج میگیری فردسه که چکل میکنن چکل نبود میکنن. ما هم بازم بار دیگر میگم قضیه قادر قاسم با شدت ادامه داره. از کارهای انجام دادگیش در این کارهایی که انجام داده بود اینو همش در دست ما الحمدلله مطالب خوب و جالب آماده داریم که انشاءالله روزهای نزدیک برای خوینای ونجی انشاءالله که ما نشر میکنیم بهتر و خوبتر میفهمه که این ظالمه و این قاتلا که هستند.